الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. از الله مهربان خواهانی هستم که بنده این صحبت های من شما را الله مهربان موجب ثواب در نامه اعمال من شما نوشته بگرداند و الله مهربان من شما را از معصیت، از همه گمراهی و ضلالت نجات بدهد. امروز هم که باشد بهر شما یک حدیثی را که در اطراف دوستی کردن یعنی رفیقی کردن با همدیگر چی فضیلتی دارد به سمع شما بنده میرسانم. ابی هریره رضی الله عنه راوی اومد میفرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم روز در مجلس ما را از حکایه یک مرد بیان کرد. میگوید یک مرد میخواست به عیادت دوستش برود که در حال کن در دیگر ده بود، یعنی در دیگر قشلاق بود. الله متعال یک ملائکه را به راه او روان کرد، یعنی به شکل انسانی در راه او اون ملائکه حاضر شد و از اون جوان پرسان کرد ای بنده خدا به کجا روان هستی؟ گفت به این ده روان هستم. گفت به یگم مطلب، به یگم کار؟ گفت بله اینجا یک دوست دارم که در اونجا زندگی میکند، به عیادت همون روان هستم. گفت ای بنده الله آیا از اون یگم مالت در نزد او داری یا از اون یگم درآمد داری به خاطر اون میرای؟ این بنده الله در جواب گفت نه، به خاطر الله دوستش میدارم، به خاطر الله میرم، یعنی به خاطر الله دوستش میدارم، به خاطر الله نزد او به عیادتش میرم. وقتی که این سخنکی گفت این ملائکه گشت و گفت من ملائکه هستم از جانب الله، مادامی که تو از برای الله او را دوست میداره، از برای الله نزد او میره، الله هم تو را دوست میداره. یعنی به سبب این فعل خوبی تو که از برای الله اون را دوست میداره، الله تو را هم دوست میداره. عزیزان دل، من شما یک کمتر اگر ما مفکوره خودمون را، سر خودمون را کمتر در کار بداریم، در دنیا ما بسیار میگوییم که ما الله را دوست میداریم. نه که مهم اینه که الله من شما را دوست بداره. مهمیه که الله من شما را دوست بداره. اگر الله من شما را که دوست داشت، همه تمام روی دنیا من شما را دوست میداره. یکی از سبب هایی که اگر من تو بخواهیم که الله دوست ما بداره، باید به هر برادر، به هر خواهر مسلمان دوستی میکنیم، از برای الله دوستی کنیم، نه برای طمع مال، نه برای دنیا، نه برای یگم درآمد، بلکه به خاطر الله. اگر هر انسانی که به خاطر الله به هر برادر و به هر خواهری که دوستی میکنه از برای الله، الله اون بنده را چکو میکنه؟ دوست میداره. وقتی که الله من تو که دوست داشت، چی نعمتی بزرگی هسته، چی پاداشی بزرگی هسته که من تو محبوب الله بگردیم. به همین خاطر عزیزان دل، به هر برادرایی که دوستی میکنه به خاطر الله دوستی کنه، نه به یگم غرضای بد، نه به یگم نیتای بد، به خاطر الله دوستی کنید. هم تحس کنه که الله شما را هم دوست میداره. این یک عملی هست که یکی از گوشه های ایمان، در حدیث دیگر هم که در صحبت های پیشین گفته بدم، وقتی ایمان من تو کامل می شود، همدیگر از برای الله دوست بداریم. انمو دوستی هم که به عیادت دوستاتو میره، از برای الله دوست بداره و از برای الله چکو کنه؟ به عیادت دوستاتو بره. الله متعال همه من شما را توفیق عمل کردن، الله مهربان همه من شما را دوستی حقیقی نصیب و روزی بگرداند. آمین.